درس 1 پرده 14 با انگشت اول خط اول. تکرار. خط 3. تکرار. خط دوم هم میتونید در دو سیم وسط پرده شماره 7 بازم نوت سول اجرا کنید. تکرار. درس 2 پرده شماره 17 با انگشت سوم نوت لا. تکرار خط اول، خط سوم، تکرار و خط دوم رو میتونید در سیم وسط پرده شماره 10 اجرا کنید. نوت لا با انگشت سوم. تکرار. درس 3 سول با انگشت 1 و لا با انگشت 3 گرفته میشه در این درس. خط اول، تکرار. خط 3. تکرار. و خط 2 رو میتونید در سیم وسط پرده شماره 7 و 10. پرده 7 نوت سول و پرده شماره 10 نوت لا. تکرار. صفحه 39 درس قایقران. ابتدا خطهای اول رو اجرا میکنیم، سپس خطهای سوم رو. خط اول پارت 1، خط اول پارت 2، تکرار یک بار دیگه. خطهای سوم کاملا یکسان هستن و پشت سر هم اجرا میکنیم. خط سوم پارت اول و خط سوم پارت دوم. خطهای وسط هم همونطوری که گفتیم سول پرده 7 و لا پرده 10 سیم وسط. پس 2 تا خط دوم رو پشت سر هم اجرا میکنیم. درس 4 نوت فا پرده شماره 11 با انگشت اول.
40 آهنگ باران. خب خطای اول یک بار دیگه خطای اول رو اجرا میکنیم. خطای سوم و یک بار دیگه تکرار دو تا خط سوم. و دو تا خط دوم، خط وسط رو اجرا میکنیم با سیم وسط. خط دوم با سیم وسط، سل پرده 7 و لا پرده 10. درس 5 اجرای نوت‌های فا و سل. فا پرده 11 و سل پرده 14. فا با انگشت اول و سل با انگشت سوم. یک بار دیگه اجرای درس 5 رو. درس 6 فقط انگشت گذاری ها تغییر پیدا میکنه وگرنه کاملا شبیه درس 5 است. تکرار درس 6. درس 7 اجرای نوت فا، سل و لا. فا پرده 11، سل 14 و لا پرده 17. نوت لا رو با انگشت 3 باید بگیریم و فا و سل رو اگر آورده بود در این درس باید با انگشت 1 شما بگیرید. یعنی فا با 1، سل با 1 و لا با 3 گرفته بشه. خب از لا شروع میکنه درس 7. تکرار. درس 8 استفاده از فا، سل و لا هست در 4 خط که برای تسلط بر این 3 تا نوت آورده. شما همچنان لا رو با انگشت 3 باید بگیرید. خب از لا شروع میکنه از خط اول. خط 2 درس
اجرا میکنم که دیگه ما بین اجرا کردن خط 1 و 2 و 3 رو نگم و کامل اجرا میکنم. درس 9 دوباره لا سل فا سل، فقط در تعداد چنگ هایی که استفاده کرده اینجا برای هر نوت تغییر پیدا کرده نسبت به درس قبلی که باید حواستون رو جمع کنید. درس 9 تکرار. درس 10 لا با انگشت 3 سل با 1 و فا هم با 1 اجرا میشه. البته در قسمت های مختلف باید شما دقت کنید ببینید چه عددی رو روی کدوم نوت نوشته و ممکن هست که در قسمتی مثل میزان اول سل رو با 1 گرفته باشه، شما با 1 باید سل رو اجرا کنید و در خط دوم میزان دوم سل رو با انگشت 3 نوشته، شما باید با انگشت 3 این کار رو انجام بدید و اجرا کنید. درس 10 یک بار دیگه تکرار میکنیم درس 10 رو.